سلام برای بچه، بریم با تست تصادف تیبا. اولین مانعمون که هستش یه تیبای قرمز رنگه. اولیش که حالا گذاشتمش رو حالت چیز اسلوموشن با بچه چی شد؟ سپر و موتورش از اینجا میشه دید، اصلا از چیزی شد با جلوبندی همه چی اومد پایین، درا باز، شیشه شکسته. ببینیم حرکت میکنه هنوز یا نه. بزنیم از حالت اسلاموشن درش هنوز حرکت میکنه. جونم به تیبا عجب ماشینیه، هنوز حرکت میکنه. ولی خب یه چرخش همینجوری ترکیده دیگه، یه چرخش در اومده و اینا. حالا ببینیم درستش میکنیم دوباره. مانع بعدیمون اینه، میریم میذارم حالت اسلوموشن، بریم ببینیم چند تا داره میاد عجب چیزی شده. خیلی چیز گرافیک خوبی نداره ولی قشنگ درستش کردم. حالا بازی اسمشو میذارم حالا براتون، ایزوزو همین نشه قشنگه. حالا از اسلاموشن درش میبریم. چی شد؟ این حتما این درش اصلا بود. چه شکلی شد بچه. حالا من از اینجا هم میتونی بریم اینا به این شکلی هم میشه. ویراژ بدیم، یه دور حلقه ای بریم. خب بس دیگه، بس. این چیه دیگه بردنم؟ این چیه؟ خب بریم یه تست تصادف از اینجا هم داریم که حالا خودتون توی مسیر متوجهش میشید. از تمامیست که 20% بیشتر نداریم. حالا بریم اینجا دیگه خودتون میفهمید. اینجا بعضی از با راه باریک هستش اینجوری. الان گذاشتمش رو حالت اسلوموشن. الان دیگه خودتون متوجه شدین هر چقدر پیش میریم بیشتر میشه این فاصله هاشون. بریم ببینیم تا کجا میتونه تیبا پیش بره. هر کدوم از این رنگ ها 10 تا هستند فکر میکنم. تا حالا 10 تای اولی رد کردیم، 10 تای دومی هم اوکی رد شدیم. فعلا داریم رد میشیم فعلا 10 تای دومی رو که خدا کنه رد شیم. نمیدونم رد میشیم یا نه. 10 تای دومی هم رد شدیم. ببینیم رو کجا دیگه میره. فعلا وایستاده فعلا. یعنی اگه بتونیم 10 تای سومی رد شیم دیگه فوق العاده است. تا حالا هیچ ماشینی تو این بازی نتونسته 10 تای سومی رد کنه. بریم ببینیم. تا الان که خدای شکر خوب پیش رفتیم بچه. 2 تا مونده. بله بچه 10 تای سومی هم رد کردیم. ماشین چرا کج داره میره؟ ولی بازم خوبه بودی. 10 تای بعدی رو هم رد کردیم. دیگه نابود شد. دیگه همش یا یعنی بتونم روی این هم نگه دارم خیلی بهتره. جالبه. این هم از این بود. از یه حالا اینجا ماشین های مختلف داره به این شکل. ماشین های زیادی داره. حالا پیکان، حالا چون ماشین های زیادی داره از جمله اینا. مثلا پیکان هم داره که تست تصادف شد تو ویدیوی بعدی میذارم. فعلا تو تست تصادف تیبا هستیم. بریم یه تست تصادف دیگه هم بریم که خیلی جالب قراره باشه. میخوایم از یه چیز بلند بپریم. خیلی فکر کنم قرار جالب باشه این ویدیو و بازدید خوبی هم بگیره. بریم از اینجا رد میشیم. زیادی دیگه دریف کشیدیم. حالا باید یه جوری تیبا به نظر من ماشین خوبیه توی رنج قیمتی خودش. تیبا یکی از خوبه، ماشین خوبیه تو رنج قیمتی خودش. حالا قراره که اینجا بپریم و ببینیم
تیبا چقدر دووم میاره. خودم قصی رو اینجوریش کردم. همش ترکید، یعنی از اون ارتفاع بله منم بودم به فنا میرفتم. خب بله اینم از ترکیدن ماشین تیبا که به این شکل ترکید. حالا من مثلا میخوام الان برم بخورم تو دیواره، حالا مثلا اینجا کج میکنم خودمو، کج میرم که یهو بپیچم. میریم حالت اسلو موشن تا اصلا 2 تا از لاستیکا در اومد، یکیش قبل در اومد، یکیش الان در اومد. کلا این بازی خیلی باحالیه. اینم از تست تصادف تیبا. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خدافظ. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید چون تست تصادف و از ماشین هایی همچون پرشیا 405 و ماشین های اسپورت و زیبا ویدیو قراره بذاریم. ویدیوهای ما رو که قبلا گذاشتیم حتما ببینید چون جزو یکی از بهترین ویدیوهای کانال قراره باشه این ویدیوها و سابسکرایب کنید. مرسی که لایک میکنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.